5 سال بعد یا میگی وای زندگیمو عوض کردم، یا میگی هنوز همون جام که 5 سال پیش بودم. و همش بستگی داره به یه انتخاب ساده: اسنوز یا بیدار شو. هر بار اسنوز میزنی فقط 9 دقیقه خواب نمیخری، داری با آیندت معامله میکنی. اونایی که تأثیر نشون میکنی ابرقهرمان نیستن، فقط بیدارن. ساعت 5 صبح بیدار نمیشن چون عاشق زنگ ساعتن، بلکه چون اون زمان سکوت و تمرکزه. مغزت صبح مثل سیمان خیسه، هرچی بریزی همون خشک میشه. اگه اسکرول بریزی حواس پرتی میسازی، اگه یادگیری بریزی رشد میسازی. آب بنوش، حرکت کن، یه هدف بنویس، یاد بگیر و محافظت کن. اینا آیین 5 صبح هست. هر صبح که با هدف بیدار میشی داری به آیندت رأی میدی، نه با حرف، با عمل. به نسخه‌ای رأی میدی که واقعاً میسازه، نه فقط حرف میزنه. 1 ساعت هدفمند در روز یعنی 15 روز تمرکز در سال. در 5 سال یه مدرک از دانشگاه خودت میگیری توی خودسازی. 5 سال آینده داره میاد، چه اسنوز بزنی چه نه. اما سوال اینه، تو میسازیش یا فقط تماشاش میکنی؟ نذار یه دکمه آیندت رو بخوابونه. 9 دقیقه رو از دست بده یا آیندت رو. انتخاب با توه.